ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که نیمه دوم روز 21 ایون سال 2023 در یک صدمه نقلیاتی در پایتخت تاجیکستان 4 نفر به هلاکت رسیده، 2 تن دیگر زخمی شدند. بنا به اطلاع میلیسای پایتخت، صحنه 21 ایون سال جاری تقریبا ساعت 17:20 راننده افت تمغه BMW رقموی قید دولتیش CO 496 G07 حبیب زاده آرزو هنگام حرکت از سمت کوچه گنجوی به سمت کوچه سامان در نزد طرفخانه چمنورو به سمت مقابل حرکت را برآمده به افت تمغه مرسدس رقموی قید دولتیش 3177 MB 01 برخورده است. در نتیجه این صدمه نقلیاتی راننده و 3 مسافر مرسدس به هلاکت رسیده. راننده و 1 مسافر BMW با جراحت‌های جسمانی در بیمارخانه بستری کرده شدند. میلیسا گفت وابسته به حالت مذکور مواد ضروری ترتیب داده شده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. تنها در ماه سال جاری بنا به حساب‌ها بر اثر صدمه ها در راه‌های جمهوری تا 40 نفر به هلاکت رسیده. از اول ماه ایون در صدمه ها جان باختن الکی بیش از 20 نفر دیگر خبرها به دست رسیدند.